بله راست میگوید. با خدا دستمون حیف شد. بازی من یک شپوتی زنم میفهمی چه خیلی دستمون حیف شده است. یوسومن پگو به نزد زرگر روید، عکس رو هم با خود گیرید. به زرگر نشان داده گوید که انا همین نمود بسازید. در حقیقت تیار کرده میتوانند اما میتوانند جانم میتوانند. بیایید این دستمانه رو کنیم تا اینکه دهانی آقای فیض رو بسته کنیم. تو اول دهانی خودت رو بسته کن دختر. میبخشید خالای گلتین، از هیجان چی گفتنم رو نمیدونم. همه‌اش رو مون و پول رو از کجا میگیریم فخریه؟ من نمیدونم. یوسومن من این رو در روزی تویت دادنی بودم، اما تا اون روز خدا بزرگ. اما نه نمیشود، من این رو قبول کرده نمیتوانم. من میگیرم این رو. چی؟ مجبور هستیم. یوسومن اینجا تماما دیگری. این من نیستم. شهریه بوده است. شهریه کی بوده؟ دختری همسایه، شما رو نمیشناسید. چند سال پیش از اینجا رفته بودن. نمیدونم جورا جان، همه فکر و خیالم درباره یوسومن است. دیروز مجید ارجی اغلو، امروز باشه دختر خیشش که او رو با شب نشینی دعوت کرده بود. این خودش چیه؟ من چیزی رو نمیفهمم. از کجا دونم؟ خدایا توبه. آن شب اون حریف رو درس میدادیم تو این درجه این خیل نمیشد. کم هم باشد من اون شب به گوشش یک دو گپ گفتم. کور شدم جورا جان، چی کار کردنم رو نمیفهمم. به من گوش کن، اگر چی کار کردنت رو ندانی بیا اون حریف رو به خوبی فهمونیم، وگرنه عشقت برباد خواهد رفت. ادبش رو دهیم. بله، ایلاجی دیگر نداره. شبی خوش امکی فیض. شبی خوش دخترم. دخترم می ایستادی خوراک شام خورده می رفتی. نه خالای گلتین، جهان برای انتظار است. البته انتظار می شود. شما برادر و خواهر یک دیگر رو دستگیری کنید. با خدا خالای گلتین، جهان بدرشت شده است. چند سال شد که با او عذاب میکشم در خانه. مادرم ما رو بهوده ترک نکرده است. با خدا آن زن نجات یافت. حاضر باشد با شوهرش براحت زندگیش رو پیش میبرد. هیچ چیز رو ندانسته این خیل گپ نزن فخریه. کی میداند که چی در داشت آن زن؟ هیچ مادر با خواستی خودش فرزندانش رو بی صاحب نمیگذارد. چی ها میگویید؟ مگر خیلی عاله خوب مینماییم به فکرتون؟ ها؟ بله مادر داریم اما با ما نیست. پدر داریم بیچاره راننده در راهی دور است. ما باشد برادر و خواهر از شب تا سحر در خانه بندیم. شما باشد میگوید با زنی بیچاره چی شده باشد؟ راستش رو گویم با او زور اومد زندگی. هر یک زن فرزند تولد کرده میتواند خالای گلتین، اما نه همه آن مادر شده میتواند. هر یک زن فرزند تولد کرده میتواند خالای گلتین، اما نه همه آن مادر شده میتواند.
گفتم پدرم نبر اومده کمی صحبت میکردیم، اما باز دیر کردم به فکرم. نه جانم، من برای دخترم وقت جدا میکنم. پدر جان، من یک چیز میپرسم، اما التماس به سوالم جواب دیدید منش؟ بپرس. پدر جان، بین شما و خانم نازنین چی واقعه شده است؟ نازنین با شخص عائله برپا نمود که طبعی دیدی ما نبود. بعد 3 سال خانه‌داریش با آن مرد از دنیا پدرود گفت. اما یاسمن زنده است و در شرکت ارجاغلو میراث دارد، همین طرف پدر. دخترم، این موضوعی است که تو درباره‌اش نمیدونی. اجازه ده که پدرت رود. جانم، تو دیر میمونی، از پس کارتم. مادر جان خوب هستی؟ من خوبم. عجبا اصلیه چه خیل باشم. دخترم هیچ زنگ نمیزنم، با او یکون چیز نشده باشم. من او را با چه حوث ها به وای رسانیدم، اما کاری کردنش را بین. آه دخترم، چه روزی ما شدی. مادر، اگر اصلی خوشبخت نمیشد گشته می اومد. خوشبخت نمی بود برمیگشت؟ اگر آنجا با او موافق نمی بود یا اینکه شوهرش او را دوست داری نمی کرد، هیها به خونه برمیگشت؟ راست میگویی. روی خوشش ندید یا اینکه یک کلمه ناخوش شنود 2 دقیقه او را داشته نمی شود. دختری من جایی که خوشش می آید قیمتش را می داند. گلی اصلیه، کوشش کنیم که گلش را پشمرده نسازیم. کنی بسرم؟ نه آفرین. دستم، دستم. تمام کردی؟ نه تمام نکردم، درزمال با بالای دستم افتید. دستم سوخت، پگو دوامش رو کنم بینم. هیچ چیز نشده است. تا درزمال رو تمام نکنی به اینجا ندارم. دیدی؟ از روز اول بهانه میجویه. آخر دستم میسوزد. اصلیه با گفته های مادرم زید نبرو. چیزی که میگوید همان را کن. فکر کرد که دیلم برایش میسوزد. مادر جان، نامی تو اصلیه. مایلش اینقدر گلی زیبایی. من به تو میگویم که یاسمن را از عائله سلیم دمیرخان دور ساز. تو باشی اونها را به خانه دعوت میکنی. وای نخواست اومد، من چیکار کردم میتوانستم؟
من یگانتای آنها را در نزد خانم دیدن نمیخواهم. گل رو برای از احوالم خبر گرفتن به اینجا آمده بود پدر. هیچ کس نیتی من را از راه برآوردن را ندارد. بیایید گذشته را فراموش کنید. اینقدر دشمنی برای چیست؟ گذشته را فراموش کرده نمی شود دخترم، فقط بخشیده می شود. من به خاطر مادرت شده از گناه اولادش گذشتم، اما من کار آنها را هیچگاه و هیچ وقت فراموش نمی کنم. تو با من باوری نداری شمسی؟ اون احمق چی کار داشت در محله ما؟ مجید ارجاغلو چی دخالت میکنه در حیاتی من و تو؟ برای چی تو رو تهدید میکنه؟ برای چی؟ چه میدونم شمسی، نمیدونم. بس است شد. شمسی، شمسی، میبخشه دوستت نفهمیدم. 2 دقیقه تنفس. شمسی خوب هستی؟ خوبم. شمسی به اینجا بیا. لحظه استاد. و تو چی شده است؟ فکر در کجاست وقتای آخر آهنگ رو خطا می سرایی؟ مسئله اویلوی. تو جنگ کرده ای؟ شمسی، تو مش زن نیستی، تو موسیقی نواز هستی. میبخشید استاد، دیگر تکرار نمیشود. انشاءالله دیگر نخواهد شد. اکنون گذر. تو سرود خواهی خوان. التماس استاد. گذر گفتم. اکنون آماده باشید. در صحنه خیلی زیبا می نمایی. میخواهم با او شناس شوم. شمسی، پدرم با تو شناس شدن میخواهد. ببخشید دستم کمی لط خورده است. هیچ غم نیست. نامی پدرم نهاد یلمز آهنگسازی موسیقی نوازان میباشد. به فکرم میدانی؟ میدونم از شناسایی خیلی شدم. تبریک میکنم پسرم. آوازت به تعریف اوزلم ارزنده بوده است. اگر کوشش کنید در آینده شخصی نامدار خواهید شد. تشکری زیاد. من با سرود خوندن اونقدر ذوق ندارم. میخوام در همین جا به دانشجویان تعلیم دهم. وای، اگر به حافظهای نامدار نظر اندازید ممکن به گفته های من راضی شوید. اما میخواهند شخصی مشهور باشند. شما خطا فهمیدید. شخصی نامداری که شما میگویید به کسب من هیچ اهمیتی ندارد و من هم نامدار شدنی نیستم. باری دیگر از شناساییتان شدم. بیا رفتیم دخترم. خیر، تو به گفته های من چی فکر داری؟ التماس با دقت باشید. خوب شده است. شما نگران نباشید. اینها رو به خانه برید و اینهایش رو در بالای میزم آویزان کنید. برای دیگرانش باشد مرا انتظار شوید. سلام، خوب هستی؟ من هم در فکر تو بودم. تو رو یاد کردم. جونم، من هم تو رو خیلی یاد کردم. اگر خواهی امشب با هم خوراکی شام میخوریم. البته فرزندانمونم اگر خواهی با ما هم راه خواهند بود. خیلی فکری ولی جناب. من با مجید گپ زنان میکنم. تو اینکه
با یگان کاری دیگر آواره نشود. من میخواهم که قبلا به فرزندانمون در این باره نگوییم. یگان علاج کرده به آگاهی آنها رو برای خوراکشان میوریم. مایرش جانم، تو را میبوسم. ادامهش در دستی تو دخترم. مایلش خوب میشود که از خودی حاضر آمادگی بینیم. بیهوده گردی نکنه دختر. همین که کارهایتون به انجام رسید زود به خانه برگردید. مرا فهمیدی دخترم؟ فهمیدی؟ مایلش اما جان. بروری کار. یاسومن چی طوری که مصلحت کرده من همون خیلی فهمونده. تو که فریب نکنه. مایلش روی. راهو گرزید. از پس همون اتوبوس. گفتی فکرم فقط در اصلیه. حتی خوابم نمیبرد از فکرش. زهرا دختر به شوهر نبر اومده بود خوابت نمیبرد. شوهر کرده است باز خوابت نمیبرد. اون وقت دیگر بود حاصل دیگر. علاقه نداریم. اگر با چشمانی خودم بینم که دخترم خوب است آن وقت به خود می آیم. آخر می بینی در چه احوالم. چرا این خیل میکنی؟ حاضر تلفن رو گرفته زنگ زد. پرس اگر ممکن باشد با همراهی ابهت گلتر به خبرگیریت می آیم. گوی زود باش. مادر جان ما باید انتظار شویم که اصلی خودش به ما زنگ زند. برای چی؟ من خودم زنگ میزنم. توبه توبه. زنگ زن. رقمش 24 بود. الو بله منم. چی شده است؟ من خوبم. دخترت هم خوب است. چی کار میکرد؟ روزی دراز خواب است. انتظار شوید. مادرت زنگ میزند. الله مادر جان. اصلیه قربانی آوازت شوم دخترم. جانم تو خوبی اصلیه؟ همه خوب است؟ سلامتیت چه خیل است دخترم؟ خوبم. همه خوب است مادر جان. شما چه حال دارید؟ ابام اکم چه حال دارند؟ همه خوب است. ابا اکا با من دید. سلام گوی. اصلیه خالای گلدین همینجا سلام میگویم. اصلیه گوش کن چی میگویم. اوهو تو حالم گپ میزنی. مادر جان من حاضر تلفن رو میمونم. بعدتر زنگ زده صحبت میکنیم. اینجا رو که تمام کردی خانه خوابی مرا هم تازه کن. به همه سلام گفت. خدا خوب باشد. برای چه به تلفنی اصلی همه وقت خوشتومنش جواب میدهد؟ به فکرم اصلی کار دارد. برای همین خوشتومنش به تلفنش جواب میدهد. هیچ گپ ندارد. بله ما اکنون یک آیله هستیم میخیلی؟
اینجا خیلی دستمانه زیاد است اما یگان تاش مانند نیست. من میترسم که این خیلی دستمانه رو از یگان جا پیدا کرده نمیتوانیم. خوش آمدید. به شما چی لازم است؟ شما میتوانید به مانندی دستمانه ای در این عکس بوده آماده سازید؟ این خیلی دستمانه ارزنده می باشد. سنگش از زمرد و گردش از الماس می باشد. یوسومان در دست ثروت میگردانده ای. شما انا همین خیلی دستمانه رو ساخته میتوانید؟ یک بار سنجیده میبینیم خانم. نرخش هم قیمت خواهد شد. یک دقیقه. با فکرم این بسنده است. این خیلی کم است خانم، ببخشید. میلش تشکر زیاد. بخشش زحمت دادم. هیچ گذاری. خوش آمدید. بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز مدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز مدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. چی میگویی؟ خواهد جان در دستمون یک ثروتی ارزنده داشتیم اما او را برگردانده نمیتوانیم. اکنون چی کار میکنیم وقتی؟ یاسومان ما این کار رو اینطور حل کرده نمیتوانیم. فقط یک راه داریم. باید به خانه مجید ارجاغلو را بریم. دختری زیبا بود است. گوش کن، عاشقش شده ای؟ کار دیگر ندارم. خرچی؟ مجیدی رو که من میشناسم بیهوده و بهوده درباره هر دختر گپ نمیزنم. اگر یک سخن درباره اش گپ زند معلوم است که در فکرش است. این مراتبه دیگر خیلی می شود. فکر کن که این مراتبه خیلی جدی خواهد شد. خای از عاشقی جدی تر؟ نیفتی. خیر چی گفتم میخوایی؟ پیش از اونه که من کاری کنم اول رفته از این دختر یک چند سوال رو باید پرسان شوم. باید جواب گیرم من آلور. بعدی که با سوال‌های جواب گرفتی چی کار میکنی؟ با او عاشق میشوی؟ تو چی خیلی به این بازی گرفتار شدی مجید؟ یاسومان به اینجا باید بیاید. میبینم این مراتب خودش رو به آب میپرتاید یا اینکه تو از خودت باوری داری که به این دختر عاشق نشده ای؟ من تنها فهمیدنیم که آن چه بودن است. مجید با تو یک چیز رو گفتنی هم برادر. ممکن که گپ هم با تو معقول نشد. تو حالا در یک حالتی هستی که خودت نمیدونی چی میخوای. وای تو رو خواهشی تو رو رد کن. تو این را بخشیده نمیتونی. میفهمی؟ در نزد مغازه ظرف‌فروشی می‌ایستادند و با مثل گربه گرسنه با جواهرات نگاه می‌کردند. یاسومان رو یک طرف مانو، این فخری کدام روز مرا قاتل خودش خواهد کرد. برادر فخری رو برای چی گناهکار می‌کنی؟ اینجا گناهکار اساسی یاسومان است. در یک شب رفته حیاتی احمقانه رو دیدن می‌خواهد با مثل آنها رفتار کند.
به اون هم با مجید ارجاغلو یگان مرد برابر شدن نمیتواند. با تو این را کی گفت؟ اوزلم گفت. اوزلم؟ بار اول است که این نام رو از دهانت میشنوم. کی بود است وی؟ برادر مون دیگران رو. من فهمیدم که با من چی نمیرسد. چی؟ پول برادر، پول. خنک میخورید پدر؟ نه دخترم، همه خیلی خوب است. شما والله همه رو نبخشیدید. بخشیدم. جهان از این پس وقتی که من نباشم هر یک قدمی عثمان رو نظارت میبری. میخواهم از هر یک قدمی گذاشتش خبردار شوم. عقلت رو خوردی؟ همه خیلی حیات رو به سر برده ممکن است. برای چی از پس عثمان نظارت میکنی؟ دیوانه میشوی آخه؟ باوری ندارم. پورس دوستش میداری؟ دوستش میداری؟ نامرد باشم که دوستش ندارم، اما دیگر باوری ندارم. شمسی، شبه بردن به کسی انسان رو به پستی میرسوند. گویا درونم رو سگ‌ها میکنند. فقط سگ‌ها در درون تو آن چیزی بوده رو نصف میکنند. یوسفان چخله که خدا دیدی شو بچه گپی تو در محل ایمون نمیگذارد. وای باید به اینجا بیاید. یوسفان باید به اینجا باید. به این کشتی؟ بله. این خودش چی مجید؟ غرور است، عشق است، خشم است، غضب. صبح خیر. صبح خیر جانم. شب در کجا بودی؟ من گفته بودم که دیر میایم. همینطور؟ بله، من زنگ زده بودم. با من زنگ نزده بودی، با مهربان زنگ زده بودی. اگر با تلفن دستیت نظر میکردی در کجا بودنم رو میفهمیدی. این شب هممون خوراکشون رو یک جای میخوریم. ای خدای من، نمیشود پگاه این کارو کنیم. از راستی من کار مهم دارم. این بسیار مهم است کریم. همه در این خوراک اشتراک کردنش حتمی است. تو هم باید باشی. اینجی من امشب نهایت کاری مهم دارم. این کاری مهمت رو به منه با او میگویی کریم. صبح بخیر گفتنی بودم اما میبینم که اونقدر بخیر نیست. امشب هممون یک جا خوراکشون میخوریم پسرم. احتیاط باش، باز از دهانت نبراید که من کاری مهم دارم. امشب مادرت خیلی خشمگین است. باز یگان کلمه خوب نشنوی. خدا شکر. با پدرت حیاتی نه اونقدر خوب رو از سر گذرانیده ایستاده این پسرم که کی رو گناهگار کردنش رو نمیدوند. گلتن، تو آن دستمانه رو به من ده. من آن رو به یگان جا پنهان می نمایم. وقتی که به یگان چاربین رفتید از من پرسید می دهم. مایلش؟ مایلشک. یا خدایا، چی شد اما جان؟ پدرم چی گفتند؟ فقط یک گپ رو تکرار میکند. میگوید که دستپانه رو به من ده، خودم پنهان میکنم. میگوید یاسومن تو کی به پدرت دروغ میگویم دخترم؟ خدایا به ما مدد کن، این مشکلمون رو آسان گرده. اما جان این رو گیرید، باز اینش رو هم گم نکنم. مایلش دخترم.
سلام. سلام. مرحمت دارید. مرحمت. نه نمیداره، من این رو آوردم. شمسی این رو شب در بالای میز فراموش کرده بود. رفیق اون سحر این رو با خواهرخونه آوردن. این رو با وی رسونید. مایلش. تو خوب هستی یا پای نزاکت؟ کی آمد نزاکت؟ من آمدم خالای زهرو. برای چی در پیشی در ایستاده بخونم؟ نه خالای زهرو نمیتوانم، من امانت شمسی رو آوردم. کردی پسرم، تشکری زیاد. ها قری فراموش کنم، خونه دورشوی اصلی مبارک شود. تشکر، انشالله تو رو هم به قریبی داماد خواهیم دید. حالا خیلی انتظار میشد خالای زهرو. در کجاست اون دختری که به افتی من نظر کند؟ نصیب پسرم نصیب، خداوند کدومی رو که در نصیبت گذاشت. نصیب خالای زهرو نصیب. مالش من رفتم. بسلی زنگ زنیم. نه مادر جان. نزاکت مادام که اینقدر اصلی رو دوست می داشتید به شوهر نمیدادید. برای چی این خیل میگویی؟ برای چی من در خونه ام مادر؟ برای چی باید من همیشه در خونه باشم؟ باری به من هم اهمیت میدهید؟ گویا که من وجود نداشته باشم. من تو رو میبینم دخترم. نزاکت تو چی به اصلیه حسرت میبری؟ مادر مرا تنها گذارید. دختر جونی من مرا به حالم گذارید. با کجا؟ با مغازه. با من گوش کن. داخلش کمش پر است یا خالی؟ شما چی میگوید؟ برای کلنتو نهاری تیار میکنید. آها بیعقل. کودک هست یا نه؟ نمیدونم. زبانش خیلی دراز است. اگر حامله نباشد هم به من نمیگوید. چطور تو رو استفاده میبرد خودت خبردار نمیشوی. با افتشک نگاه کن. اگر پگاه یا روزیگر قهر کرده رود بد میفهمی. با کجا میرود؟ به هیچ کجا رفته نمیتوانم. من هم همین رو میگویم پسرم. اگر در بطنش طفل باشد با کجایی که رود اونجا برایش تنگی میکند. حتی به خانه مادرش هم. چی کاری میکنی نمیکنی او رو از خانه بیرون برآمدن نمون. مرا فهمیدی؟ مایلش فهمیدم. من رفتم. خیلی گوشوارهای زیبا. همین ها؟ به فکری من هم. نمیدونم مویهای سرم رو کشوده مونم یا اینکه بسته کنم با یک قرار آمده نمیتوانم. به فکرم محکم کنی بهتر. این خیلی باشد کشوده میمونم. گلرو امشب خوراک شام اویلوی میشود. برای من و مجید خیلی مهم است. اوه پلین وحیمه نکن. این تنها یک خوراک شام است که مجید در آن اشتراک میکند. هر کاری که با مجید وابسته باشد برای من خیلی مهم است. تو مرا میفهمی گلرو؟ بله فهمم پلین. گلرو از تو یک خواهش میکنم. امشب چیزی که شود نشود. نام یاسومان رو با زبانت نگیر. یاسومان گفتنی شخص نیست و ما هیچ وقت او رو نمیشناسیم. فهمم؟ آها دو خواهر یک جا شده در کدام مسئله بحث دارد اما من بیخبر.
درباره یک شخص بحث کردیم که برای ما هیچ علاقه ندارد دیگر. فخریه، برای به باوری پدرم در آمدن من باید اون کار کنم، وگرنه این خانه برایم به جهنم و بدل میگردد. من او رو دیگر با هر بهانه فریب نمیکنم. یا سومان یا اینکه این بگاه باید به خانه مجید رویم. بلی، پدر و عمک کریمت یک شرکتی نو تأسیس میدهند. از همه خوبش من موی های سرم رو کشاده میمونم. این شرکت به شرکت ارجی اغلوها یکگون ربطی ندارد. میخوان کارخانه نو کشاین. مادر به من چه از شرکت ارجی اغلوها؟ راستش را دانستن خواهی این شرکت مال آنها حساب نمی شود. راستی همین شرکت به خاطر تو و مجید کشاده می شود. اگر روز تویتون معلوم شود آن روز این شرکت هدیه مهمی برای تو و مجید خواهد شد. چی؟ اگر دستبانه در دستی مجید نباشد چی؟ اگر در خانه آنها افتانده باشی که آن رو پیدا کردن. اگر در ماشین یا اینکه در کشتی افتانده باشید در دستی مجید است. اگر در آب افتانده باشم هیچگاه آن رو پیدا نمیکنم. این طور نگو یاسومن. خوب فکر کن که عاقبتش خوب باشد. یعنی فکر کنم که دستبانه در دستی مجید است همین طور؟ من با اون آدم دوباره چی طور روبرو شوم نمیدونم فخریه. یاسومن جان، اول از این خانه چی طور برآمدند رو فکر کن میلش. به بازار رفتم، پایهایم رو درد گرفت، خیلی مونده شدم. چی گپ شد؟ خاله گلتن، از شما خواهش میکنم باری آخر به ما کمک کنید. نمیکنم. شب بخیر. بخیر است یک باره. گفتم که سورپریز شود مجید جان. من هم یک چند دقیقه پیش خبردار شدم. خانم ها این خوراک شام را تشکیل نمودند. خیلی خوب کردند. رفتم جانم. پلین، چیه؟ همه این کاری که شده است عجب و فکری کی بودنش رو میتوانم فهمم. از راستی من از هیچ چیز خبردار نیستم مجید. این شب رو مادرانمون فکر کردن. تو باید با من باور کنی. تو باری از چیزی خرسند میشوی یا نه؟ فکر کن که خرسند شدم. بیا رفتیم. مجید، من با تو چیزی گفتنیم. من از عذر میخواهم. عذر برای چی؟ تو من رو درست فهمیدی. من نمیخواستم که تو از من رنجی، اما تو هم باید با من داد نمیزدی مجید. هیچ گپ نیه. بیا با تو یک مصلحت میکنم. چی مصلحت؟ از این روز پس از یکدیگر هیچ وقت عذر پرسی نمیکنیم. میلش، من روزی؟ من هم. بیا رفتیم دردی سر. یه مجید، دردی سری شیرین میشود. میلش، چیکاره میکنید کردن گیرید؟ چی گپ است؟ ایسته دکه ندروید. برای چی؟ آی بس دکه دخترها لباسهایشون رو برای شستشو کردن جمع و گیر دارن. حتی مرا از حجرهشون برآوردند. مجبور نکنید که همه رو به شما گفت. باید لباسهایشون رو شسته، حجرهشون رو به ترتیب در آورده، بعد اجازتی در اومدن به ما میدهند. میلش گلتن، میلش. خدا را شکر. با کدام طرف می روید؟ اما اگر گویم خانه ارجیاغلو را یافته میتوانیم.
خب اما که حکمت منم شهریه خوبم خدا را شکر من از شما یک سراغه را پرسم اینجی خیلی کاری خوب کردی اگر کار به مردها میمون ما مدت های خیلی جمع نمی شدیم آخر آنها شب روز کار میکنند مجید کارهای پدرش را خیلی سبک نمود پسر جانم خوب شد که تو از امریکا برگشتی جوزدانهای آرایش داده من خیلی دقت جواب مونده خاله اینجی حتی از لندن و میلان خواهش خرید کردن نمودن در این کار یگان خطاگی نباشد با پیلین جوزدانهای مرا تمام دنیا میشناسند اما مجید باشد اهمیت هم نمیدهد بله با سببه که هممون یک جا جمع شده ایم با شما گفتنیم که برای کشادن شرکت نو ما به چی خلاصه مهم آمده ایم من در حیرت ماندم سلیم من سال هاست که کار میکنم حالا باشد پیر شدیم نه دوستم حالا از پا نمانده ایم کو فرزندانمان کلان شدن میخواهم اکنون آنها آینده را دوام دهند کریم مگر این شرکت رو برای مجید میکشوید با من نگاه نکنید من خودم تنها یک شرکت کلان را به عهده گرفتن نمیتوانم ما هم همین فکر کردیم و به قراری آمدیم که برای یک همکار تعیین نماییم مادر جون و فخریه من از بحر این کار گذشتم راه گرد گوش میکنم دوگانم میخواد که مجید ارجاغ رو ببیند کی میپرسد گویم نشناخته توبه یاسومن جیانی سلیم دمیر خان فخریه خوش آمده مرحمت در شب نشینه مجید ارجاغ رو آمده بود بله شخصی که با آقای مجید شما رو میپرسند آقای مجید کی؟ یاسومن ببخشید
چرا اینقدر زنگ میزنند اینها؟ گوش میکنم. سلام مادر. من شهریه. سلام. بله من در اینجا دستبانه هم رفتاندم. اون برایم خیلی عزیز است. شاید این گفته های من برای شما اونقدر پسند نوید اما اون دستبانه اینجا نافتیده است، در کشتی افتیده است. در کجایی که افتوندهی از همونجا خواهی گرفت. شما چی گفتن میخواهید؟ گفتنی هم که در کشتی وا میخوریم. پگاه شب ساعتی 10 اگر دیر کنی این دستمانه در همون آبی که تو افتیده بودی در همون آب میافته. دیگر اون شب شده است فراموش است. دیگر اون خنده بیغم فراموش است. دیگر مانند دورت شب روز. دیگر اون موقع غم ها